اگر میخواید بدونید توی سیستم‌های صنعتی وزن‌گیری و نیروسنجی چجوری انجام میشه، با ما همراه باشید. به نام لودسل انجام میشه، سنسوری به نام لودسل. لودسل کارش اینه که نیرو رو تبدیل به یک ولتاژ بسیار پایین میکنه که اون توسط نمایشگرها یا ترانسمیترهای لودسل خونده میشه و به ما نشون داده میشه یا برای ما ترانسمیت میشه و توی فرایند کنترلی ازش استفاده میشه. حالا شاید سوال براتون پیش بیاد که این نحوه تبدیل این وزن یا نیرویی که به این قطعه وارد میشه به ولتاژ به چه شکل انجام میشه؟ این کار به وسیله سنسوری به اسم استرینگ گیج انجام میشه. استرینگ گیج ها قطعاتی هستن که با پیزو الکتریک کار میکنن و ولتاژ رو تبدیل به ارتعاشات مکانیکی یا برعکس ارتعاشات مکانیکی رو تبدیل به ولتاژ میکنن و اون ارتعاشات مکانیکی که ما روی این قطعه وارد میکنیم باعث ایجاد ولتاژ میشه.